صلاح الدین و اسم کاملش صلاح الدین ایوبی، قهرمانی که نامش با فتح بیت المقدس در سال 583 قمری پس از 90 سال اشغال صلیبیان جاودانه شد. او نه تنها یک فرمانده نظامی بلکه سیاستمدار، مدیر و نماد شجاعت، عدالت و جوانمردی بود که حتی مورخان غربی او را ستودند. صلاح الدین همچنان در سال 532 قمری در تکریت زاده شد. خاندان کردبار که در خدمت زنگیان بودند در آن زمان. تربیت او تحت نظر پدرش و کاکایش بود که اسم پدرش نجم الدین ایوب بود و کاکایش اسدالدین شیرکو. پایه‌های شخصیت و اخلاقیات صلاح الدین را بنا نهادند. او از دوران کودکی با مفاهیم جهاد، عدالت و دفاع از اسلام آشنا شد. وی تحصیلات دینی که خیلی عمیقاً در دمشق گذران و همزمان زیر نظر شیرکو، یعنی تاکتیک های رزمی و نظامی را. این ترکیب بی‌نظیر که از دانش دینی با اخلاق و مهارت های رزمی او را به رهبر تبدیل کرد که قدرت را با کلاً با اخلاق می‌آمیخت. و دوستان عزیز، صلاح الدین دوران سازندگی خود را در دستگاه نورالدین زنگی یعنی امیر مقتدر آن زمان گذراند و او در آنجا به سرعت استعدادش را در مدیریت دیپلماسی نشان داد. این دیوان او را برای اتحاد جهان اسلام که در آن زمان یعنی ضعف خلافت عباسی، تفرقه بین امارت‌ها و تهدید صلیبیان بود آماده کرد و حالا به صلاح الدین ماموریت داده شد. ماموریت او به مصر که نقطه عطف بود، یعنی در آن زمان مصر تحت خلافت فاطمیان بود که هم ضعیف و هم فاسد بود. صلاح الدین با درایت اعتماد مردم آن زمان و ارتش را نیز به خود جلب کرد و ارتش را به بهترین وجهش مدیریت. تمام مخالفان با تدبیر بسیار خاص کنار زد. مهمتر از همه با برچیدن خلافت فاطمی در آنجا مصر را دوباره به عباسیان بازگردان و وحدت مذهبی را برقرار و با تثبیت قدرت در مصر او به گسترش نفوذ و اتحاد با شام پرداخت. هدف او ایجاد یک جبهه متحد در مقابل صلیبیان بود و با دیپلماسی هوشمندانه اختلافات محلی بود را کاهش داد و پایه‌های سلسله ایوبیان را محکم کرد. و عزیزان ببینید اینجا هوشیاری صلاح الدین که نخستین جنگ‌های او که با صلیبیان بود آزمایش برای تاکتیک‌هایش بود که آیا کارآمد است و یا خیر. او با حمله‌های سریع محاصره قلعه و برتری تاکتیکی که داشت یعنی دشمن روحیش تضعیف میکرد